الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. آیه 165 سوره نساء. دیروز تذکر دادیم که انشاءالله ما و شما بحثای حلقی ما را به قصه های قرآنی آغاز میکنیم، خصوصا قصه های انبیاء علیهم السلام که در قرآن ذکر شده و مناسبتشان به می خاطر که انشاءالله جوانای حلقی ما در آینده دعوتگرای دین باشند، چون داستانهای انبیاء علیهم السلام الگو و نمونه برای زندگی و دعوت جوانای ما می باشه. از او خاطر امیر انتخاب کردیم انشاءالله. الله متعال یک انگیزه یا یک دلیل روان کردن انبیاء علیهم السلام و بیان کردن قصه هایش در قرآن کریم ذکر کرده بود که در سوره هود ما شما در آیه 120 دیروز خواندیم. الله متعال پیغمبر علیه السلام برای تقویت قلبش که قلب پیغمبر علیه السلام محکم شود، به او خاطر داستانهای انبیاء سابقه را علیهم السلام هم ذکر کرد و این برای ما و شما هم امی قسم مثل که برای پیغمبر علیه السلام سبب تقویت قلبش بود، برای ما و شما هم است. چرا در راه دعوت کدام مشکلات یا کدام مزاحماتی که در دم پیش روی ما میآید ما او را به سینه باز متحمل میشیم. علتش است که مرتبه و مقام انبیاء علیهم السلام از ما کده بالاتر و برتر است. وقتی و دچار مشکلات در راه دعوت میشه ما به صدها مرتبه دچار مشکل شویم. اما او کدام راه را انتخاب کرد که سبب پیروزی و کامیابیشان شده؟ قرآن کریم امی راه ها و علاج ها را برای ما در ضمن داستان های انبیاء علیهم السلام بیان میکنه. وجه دومیش در این آیت، در آیه سوره نساء 165 الله بیان میکنه رسولا مبشرین و منذرین. روان کردیم ما انبیاء علیهم السلام در حالی که بشارت دهنده است و انذار کننده است. از یک طرف الله متعال این ثابت میکنه که برای تمام کردن حجت بالای بندگان خود پیغمبران روان میکنه، اما پیغمبران وظیفه خیلی بزرگشان ایست که مردم بشارت میده. برای اصلاح یک انسان دو راه ما داریم، یکی ترغیب یکی ترهیب. بعضی از آن است که توسط ترغیب خیلی زیاد اصلاح میشه، میپذیره، شایق است، و بعضی از آن طوری است که به تشویقا نمیشه تا که ترهیب نباشه. از همون خاطر پروسه هایی که در مراکز تعلیمی به یک بخش اتکا میکنه، یعنی یک جانب ما کم میگیره که ما از این میشه و پیش برویم، گاهی هم کامیاب نیست. مثلا در عصر فعلی ما اکثر تمرکز به این میکنه که طفلا را تهدید نشود، زدن نشود، سیاست نشود، زجر نشود، شیوه ترغیبی را در پیش میگیرد، در حالی که تمام اطفال استعدادایشان آماده به پذیرش ترغیب نمی باشد، بلکه بعضی اطفال توسط ترهیب خود اصلاح میشه. اسلوب قرآن کریم و شیوه هایی که قرآن بیان میکنه برای از اینکه یک بنده الله متعال اصلاح شود هر دو را انتخاب کرده، گاهی ترغیب میده گاهی ترهیب. انبیاء علیهم السلام هم امی هر دو وظیفه را انجام داده، هم بشارت داده و هم انذار کرده. بشارت خبری خوش میگه، خبری خوش اونموسته که انسان در پیش روی خود این امید و آرزو را داره که ما با اینمی قسم نعمت سر و کار دارم، اینی نعمت در پیشم میآید دیگه، چون که اشتیاق از او را زیاد داره، آلی دایی زمینه تلاش میکنه، محنت میکشه، کوشش میکنه
تا که امو آرزوی محبوبش به دستش بیاد. جنت از جمله اموری است که توسطش بشارت داده میشه. دیدار الله، رضامندی الله متعال. کدام نعمت هایی که در جنت است کلش اسبابی است که انسان جلب میکنه، جذب میکنه. زمانی که انسان بشارت شنید عالی به اطاعت الله متعال ای آماده میشه، اطاعت الله را میپذیره. از او خاطر انبیاء علیهم السلام راه بشارت هم به پیش میگیره، بیان میکنه که کسی عقیده توحید پیدا کرد خلاص یقینا که به مقتضای توحید عمل کرد آتش جهنم سرش حرام میشه. اما او طرف جانب ترهیب هم است. اگر کسی این روش انتخاب نکرد باز اینی قسم عذاب برش داده میشه. انبیاء علیهم السلام هر دو روش در کار گرفته. پس ما واضح شد برای ما که یک دعوتگر همیشه یک جنبه را ما کم نگیره. یک تعداد وعاظ ما، نصیحتگرای ما در سر منبر ببره، فقط غیر از تهدید همیشه به مردم عذاب بیان میکنه. مردم خسته میشه. کل عذاب خلاص. یک تعداد دیگه فقط به سر منبر بشارت ها را بیان میکنه. اینی قصاب. آدم آنقدر مطمئن میشه که برو اگر قدر گناه بکنم امی ثوابا برم کافی است. برای ما واضح شد عقلم همی تقاضا را داره که اگر هر دو جانب متوازن روان نکنی انسان در یک طرف چی میشه؟ کج میشه. اگر جانب ترغیب زیاد کردی انسان جرأت بالای گناه پیدا میکنه. اگر جانب ترهیب زیادت کردی، غلو کردی، اینجا مایوسی در انسان ها پیدا میشه. ببینید که اینا لی دعوتگر درس گرفت که دعوت تو باید هر دو جنبه را مراعات بکنی. نه مخاطبی تا مایوس بساز و نه مخاطبی تا جرأت بده که او دیگه گناه ها کرده بروه. اینی شیوه است که الله متعال برای انبیاء علیهم السلام انتخاب میکنه. رسولا مبشرین و منذرین. چرا روان کرد الله متعال؟ آلی یک صفت انبیاء علیهم السلام منذرین است. انذار به کمال شفقت و دلسوزی کسی را ترساندن. ترساندن دو قسم است. یکی ترساندن دشمن است که آدم موخطا میکنه. یکی ترساندنی مشفقانه است، مثل پدر بچه خود میگه عاد آتش نزدیک نشو. این ترسی با شفقت است. انبیاء علیهم السلام امتی خود وقتی که انذار میکنه با کمال شفقت انذار میکنه، دلش میسوزه، عقده نداره، دشمنی نداره. از اینجا برای دعوتگرا چقدر درس عظیم است. ما یقین دارم کدام سخنی که از سوز دل برای کسی برای ولو که هر قدر سخت دشمن باشه یک روز سرش تاثیر میکنه. اگر منظور دل خالی کردن نباشه سر کسی، عقده کشیدن نباشه، بلکه تو نیت ازیر داشته باش که اینی برادرم در حالت خراب قرار داره و من میخوایم کمک قطعش بکنیم. وقتی تو این نیت داری گپ میزنی، گپت حتما تاثیر داره، قطعا تاثیر داره، جای خود پیدا میکنه. امروز نه صبا نه دیگه صبا نه، الا آنانی که الله متعال وارد دیگه چی نکرده، توفیق نداده، به خاطر ازی که اسباب گمراهی را اختیار کرده، دیگه کس باقی نمیمانه. پس یک دعوتگر در شیوه دعوت خود زمانی که دعوت میده دو وسایل دعوت برای ما آشکارا شد. یک وسیله چی بود؟ بشارت و چیسته انذار. هر دو با هم متوازن باشه. دوم با کمال شفقت و دلسوزی کسی را که تو ترغیب میکنی میترسانی، بعد از روی دلسوزی و شفقت تو امر ازو گپ بزنی. چرا الله روان میکنه؟ لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. به خاطر که باقی نمانه برای مردم بالای الله متعال دلیل پس از روان کردن انبیاء علیهم السلام. اگر پیغمبران علیهم السلام نبیاید مردم یک عذر به خود داره. شاید این عذر به الله متعال پیش کنه و بگوید که یا الله بله ما را خو اسباب و وسایل داده بودی، لیکن در وجود ما قوت‌هایی بود که ما را طرف فساد میکشاند. نفس بود، شیطان بود، هوا و هوس بود، غرایز دیگری بود که ما را بر بیراه میکشاند. دیگه ما دی
و او طرف برای ما تو چیزی نبود که ما را توجیه میکرد برای درست. الله متعال انبیاء علیهم السلام روان کرد به خاطر که مردم بعد از او دیگه حجت نداره، دیگه دلیل و عذر پیش کرده برای الله نمیتونه. چرا؟ پیغمبر آمد تمام مسائلی که الله خواسته بود به بندگانش بیان کنه توسط پیغمبران خود بیان کرد، عذر به کسی باقی دیگه نمانده. از این آیت یک درس عظیم دیگه به دست میاد. درس عظیم دیگه کدام است؟ اگر ما بخواهیم که راه نجات خدا پیدا بکنیم، اگر ما بخواهیم که ما در چای هلاکت هلاک نشویم، بجز از تابعداری انبیاء علیهم السلام راه دیگری نیست. الله متعال نگفته که من اینی کار کردم به خاطر که شما باز براتون عذر باقی نمانه. عذر به انسان ها وقتی باقی نمیمانه که انبیاء علیهم السلام آمد، او نمو قایدین زندگی مو شماست، رهبری مو شما را میکنه. از امو خاطر کدام امتیازاتی که انبیاء علیهم السلام از دیگه بشریت داره این نیست که او در درجه و کمال خود در سرحد رسیده که فوق بشر شده، از دیگه افراد بشریت فوق شده. چرا؟ الله متعال زیر عنایت الله متعال و پرورش شدند، تربیت حاصل کردند، از انحراف و گناه بالکل به دور نگاه داشته شدند. انبیاء علیهم السلام شخصیت هایی که کسی انتقاد کرده نمیتونه، همه عمل کردشان سند است، تفصیل است، تشریح است برای کی؟ حکم الله عمل کرد. ما زمو خاطر میگیم که الگو و نمونه برای پیروی بندگان الله متعال غیر از انبیاء علیهم السلام دیگه کس شده نمیتونه. امروز اگر ما کسی دیگری را برای خود الگو جور میکنیم قطعا خطا شدیم. اگر از یک عالم پیروی میشه من حیث ازی پیروی میشه که این راه پیغمبر شناخته در او روان است، این را بلد است، را بلد را ساخته، ترسیم کرده، نقشه کرده پیغمبر. عالم را بلد است، عالم را پیش از پیش معلومات کرده، آلی تو دنبال اینی عالم روان هستی. خود زمانی که دیدی که عالم را خطا کرد، جاده مستقیم اعلا کرده، آلی ده سرک خامه خود زده، در او وقت تو توقف میکنی، جاده را محکم میکنی. پس اینجا را بلد تو نیست که راه را جور کرده باشه برای ما، را بلد راه را نشان میده برای ما. زمانی که راه درست نشان میده تو قطعش روان هستی، اما زمانی که راه نادرست برات نشان میده قطعا قطعش نمیری. چرا؟ از این آیت الله متعال که حجت خود سر بندگان خود ثابت میکنه. به چی ثابت میکنه؟ به ارسال انبیاء علیهم السلام. و ما یقین داریم که انبیاء علیهم السلام کل دین الله را، راه های سعادت و نیکبختی بندگان الله را مکمل تشریح و توضیح کرده، هیچ چیز باقی نگذاشته. و کان الله عزیزا حکیما، هست الله متعال زبردست ذات است، هر ارادش نافذ شده نیست. عزیز او ذات قادر مطلق میگه که هیچ کس در پیش روی قدرتش استادگی کرده نمیتونه. هر دستور و قانونی که الله بخواه اجرا کنه اجرا میشه. خیر چرا الله نمیکنه که کلی بندگان اینه یک باشه، هیچ جنگ جدل نزاع نباشه؟ پشت سرش الله بیان میکنه که حکیم، روی یک حکمت الله متعال این اختلاف پیدا کرده، این راه های متنوع پیدا کرده و کلی مردم به یک فکر، به یک منهج نیستن، به خاطر که امتیاز پیدا شود. چقدر فرق است. یک بنده در نیت عزیز انرژی خدا، قوت خدا، قدرت خدا، وقت خدا، مال خدا، جان خدا در خدمت دین صدقه میکنه، شب چرت میزنه، غمی مردم میخوره که در جهنم نروه. و یک شخص دیگری در تلاش عزیز ده که نعوذ بالله چه قسم این بنده مسلمان، برادر مسلمان، بنده الله را و برادر مسلمان خدا چه قسم سر مالش تعرض کنه، سر آبروش تعرض کنه، سر نفسش تعرض کنه، سر در بین دو انسان خیلی ها فرق است. یکی تلاش در نجات بکنه و یکی تلاش برای هلاکت یک کسی. اینجاست که امتیاز دعوتگرا نمایان میشه. ما که میگیم که زندگی بدون دعوت
یقینا که هیچ لذت نداره به می خاطر، چرا که دعوت شیوه پیغمبران علیهم السلام است، اما اشخاصی است که الله انتخاب کرده. اگر ما نمیتونیم به طریق مکمل امیر را پیش برده بتانیم، اما به اندازه توان و طاقت خود شور داده میتونیم که کمی ما هم همت بکنیم و راستیام انسان‌های انتخاب شویم که یقینا اگر یک روز وفات بکنیم یک نفر در پشت سر ما بگوید که همین مردکه بسیار تلاش میکرد برای خدمت مردم، برای نجات مردم، برای تنویر ذهن مردم، برای روشن ساختن مردم. این یک یادگار برای یک انسان متعهد متدین باقی میمونه. خواهی اگر نخواهی روزی از تو به یاد خوب میشه، اما شرط نیست که تو زندگی تا یقینا زندگی دعوتی بسازی، زندگی که دعوت شروع باشه. هندوها هم من حیث یک مفکوره یا نظام وجود داره و خیلی زیاد پیدا میشه. در ایران بری هندو موجود است، در افغانستان بری هندو موجود است، در پاکستان بری هندو موجود است، اما در یک جای کسی ثابت نمیتونه که یک مسلمان هندو ساخته. یا علتش چیست؟ دعوت نداره، دعوت نداره، جمود هستن. میراثی کسی هندو تولد شد که نشد. نه، اگر دعوت موجود باشه اونمو مفکوره گسترش پیدا میکنه، ولو که باطل باشه، باطل که باطل هم باشه که دعوت باشه گسترش پیدا میکنه. یک تعداد مردم دجال ازوا گیر میه. شما ببینید نصرانیت کدام دین است؟ از او خاطر اگر زندگی ما شما جوانا بدون دعوت باشه هیچ کدام ثمره از زندگی خود گرفته نمیتونه. الله متعال به خاطر ازی که اهمیت این قصه اموتور از دست نروه، توجه خیلی مهمه به این قصه خواننده های کتاب الله بکنه و از این قصه درسا بگیره. در آخر آیت میفرماید الله متعال: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. لقد کان فی قصصهم، یقینا بود در قصه های برادران یوسف علیه السلام عبرت، درس عبرت لأولی الالباب، به صاحبان عقل. این آیت به دو چیز اشاره میکنه. یک، اول اشاره به این میکنه که این قصه ای که در این صورت ذکر شده مربوط برادران یوسف علیه السلام است. این همونطور نقل نیست، حکایت نیست، این برای یک هدف است. او هدف چیست؟ اعتبار گرفتن، عبرت گرفتن. اعتبار این میگه که یک شای در یک جای ببینی باز تو مثل از او را پیدا میکنی در جای دیگر. قیاس هم اعتبار میگه، به خاطری که یک حکم در یک جای ثابت شده بنابر یک علت، او علت در جای دیگه پیدا شد اما حکم اونجا هم ثابت میکنی. الله متعال در این آیت اشاره به این میکنه که قصه یوسف علیه السلام یک درس خود داشت، یا همونطور حکایت نیست. بسیار عبرت ها انسان بگیره. بزرگترین عبرت در قصه یوسف علیه السلام است که تقدیر کامیاب است، غالب است، تدبیر نمیگیره جای. آن چیزی را که الله خواسته او شدنی است. برادران نمیخواست یوسف علیه السلام در پاچایی برسه، لیکن رسید. الله خواسته بود. الله اکبر. زمانی که عقیده یک انسان پیدا شود که و ما تشاءون الا یشاء الله، شما اراده کرده نمیتونید، مشیت کرده نمیتونید تا وقتی که الله نخواهد. همه امور در مشیت الله قرار داره. خیر، مرگ، زندگی، کامیابی، ذلت، بگوی عزت، کلش به الله تعلق داره. خیر، چه حراسی داری؟ در پیشبرد برنامه چرا حراس از مردم داری که مبادا عزتم پایمال شود، مبادا متضرر شوم، مبادا ذلت برایم پیش نشود؟ نه، این کلش به مشیت الله متعال تعلق داره. بس یقینی پخته برات پیدا شد. در مورد یوسف علیه السلام پلانا و طرحهای خیلی زیاد گرفته شد، اما آن چیزی را که الله خواسته بود او نافذ شد. در مورد موسی علیه السلام
پلانا و طرحهای خیلی زیاد شده بود، لیکن چیزی را که الله خواسته بود اون میشه. الله که چیزی را خواسته باشه و حتمی شده میشه، باقی نمیگذاره. درس است. دوم نکته که در اینجا هست، در این آیت اشاره به این میکنه که بله مردم دو قسم است. یکی مردمی است تلاوت قرآن من حیث کتاب ثواب، شب و روز دیش اول است. ریسفیدو ایما لاف میزنه، دیگر میگیم صوبکی 6 سپاره قرآن کریم تلاوت کرد. دوستش که بیا برش میگه من در هفته 4 ختم قرآن میکنم. اما قرآن کریم تنها کتاب ثواب نیست. انسان به نیت ثواب نخونه که فقط یک ثواب تو کمایی کنی خلاص. نه، صاحب عقل خدا جور بکن، اولو الالباب جور بکن. اولو الالباب در محتوای آیات کتاب الله متعال فکر میکنه، از پیشش یک چراغ میگیره برای زندگی. و نمو چراغ آدم روی خود در زندگی خود پیش میبره، در روشنی و نمازو حرکت میکنه. اولو الالباب اون صاحبان عقل، صاحبانی که عقل کی را میگه؟ صاحبان فکر. پس معلوم شد تلاوت قرآن دو قسم شد، یکی با اندیشه با فکر، یکی بی اندیشه بی فکر. تلاوت کتاب الله اگر با اندیشه و فکر بود در اکثر حد تو را میرسانه، تو را قوت میبخشه، تو دیگه هم قوی میشی. چقدر خوب است که کسی قرآن مکمل حفظ داشته باشه، جایی بند نمیشه، هیچ جایی. آیات قرآن یاد داره خلاص، هر جای بره تقریرش مهیاست، گپش مهیاست، مستدل گپ میزن. ما کان حدیث یفترا، این سخنی نبود که جور شده باشه، ساخته شده، حقیقت نداشته باشه، خیالی ساخته شده. مثل درامه و تمثیلایی که فعلا ساخته میشه کلش خیالی. شما میبینید جنگای خیلی خطرناک و همه گپا را جور میکنه، اما کلش چیه؟ خیالی است. قصه یوسف علیه السلام مسئله خیالی نبوده، سخن ساختگی نبود، ولکن تصدیق الذی بین یدیه، لیکن تصدیق است الذی، همو تصدیقی که بین یدیه پیش رو داره، و تفصیل کل شیء، تفصیل تمام چیزاست. الله متعال در مورد کتاب الله میفرماید که سخن ساخته شده نیست، بلکه تایید کننده است برای او کتابی که قبل از تیر شده. واقعات و حوادثی که قبلا تیر شده مکمل او را قرآن بیان میکنه و تفصیل تمام چیزا را میکنه. و هدی و رحمتا لقوم یؤمنون. قرآن کتابی نیست که ساخته شده باشد تو نقل کنی، نه، این برنامه مکمل هدایت است، پروگرام جامع هدایت است. اگر کسی بخواه راه هدایت دنبال کنه، واقعیت و حقیقت پیدا کنه، بجز از اینکه چنگ به کتاب الله بزنه راه دیگری نه. برنامه مکمل هدایت است. آیت قرآن کریم برای ما واضح می‌سازه که اگر کسی غیر از کتاب الله متعال در مرکزش، در تعلیمش، در تربیهش، در دعوتش کتاب الله موجود نباشه، به هدایت کسی نمیرسه. جنگ ما با یک تعداد مردمی که دکاندار دین خود جور کرده، امرایشان کدام دشمنی دیگه نداریم، چیزی ما قطع از وان تقسیم نیست. جنگ ما دایسته که و محور هدایت چیزی را قرار میده که غیر قرآن است، غیر حدیث است. محور هدایت دیگه چیز میدانه، ما میگیم نه، محور هدایت کتاب الله است و آن چیزی که متعلقات کتاب الله است. از جمله متعلقات کتاب الله شرح کتاب الله که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر کسی ادعای هدایت بدون کتاب الله میکنه، ما میگیم صحیح است، اگر چی تو در ظاهر و در حس چیزی خوب مشاهده کرده باشی، اما آخر و انجامش عاقبتش چی است؟ ناگوار. تو حال هدایت فکر میکنی لیکن هدایت نیست. یک تعداد دوستای ما که پیشی یا عالم یا پیر صاحب یا آقا صاحب میره، چند روز خیلی خوب میباشه، از این خاطر فکر میکنه که نمی راه هدایت است، اما نه. قرآن برای ما میگه که راه هدایت فقط کتاب الله متعال است. از این خاطر برنامه یا پروگرام هدایت کتاب الله است. یک و رحمت است. اگر به این کتاب الله عمل شود،
متمسک شویم به کتاب الله، وی را بدانیم، در زندگی خود پیاده کنیم. باز سبب و ذریعه چی است؟ رحمت الله متعال. باز رحم الله را سعی میکنیم. ما یقین داریم که کسی به قرآن چنگ زده مورد رحمت الله قرار گرفت. قطعا الله برش عزت داده، الله ناکام نکردش. چرا؟ اگر تصدیق کنه آیات کتاب الله را در زندگی خود، امی برنامه را تطبیق کنه، رحمت الله آمده نیست خواه. از همون خاطر میگه برای کلگی، نه لقومی یؤمنون، برای قومی که باور داره، یقین داره، این برنامه را از روی دل خود، از صدق دل خود میپذیره که یقینا کامیابی ما در قرآن است. اگر ما میخواهیم که هم در دنیا هم در آخرت عزتمند شوم، باید در قرآن چنگ بزنم، رابطه خود با کتاب پیدا کنم، زندگی خود به هدایات قرآن برابر و موافق بسازم. معلوم شد که داستانهای انبیاء علیهم السلام سبب هدایت ما میشه، سبب آموزش ما میشه که ما برنامه زندگی خود چه قسم عیار بکنیم. از او خاطر ما برنامه را به می خاطر در مورد قصص قرآن انبیاء علیهم السلام یا غیر انبیاء علیهم السلام که در قرآن کریم قصه های ذکر شده، از او ما درس یاد بگیریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. ما روان نمی کنیم انبیاء علیهم السلام مگر برای خوشخبری دادن، بشارت دادن و بیم دادن از عذاب الله. بشارت در صورت موافقت، پذیرش دعوت انبیاء علیهم السلام. انبیاء علیهم السلام به مردم خوشخبری میده که اگر سخن ما را میپذیره، اتباع ما را میکنه، در راه ما روان میشه، اینی اجرا یا اینی نعمتا برای شما هم مهیاست. و منذرین، به کمال شفقت و دلسوزی از او عذاب، از او مصیبت، از او تکلیفی که دمی روی خود داری، از او تو را بیم میده در صورت نپذیرفتن. اگر کسی دعوت انبیاء علیهم السلام نمیپذیره، انبیاء علیهم السلام از او عذاب سخت، از او ناگواری هایی که در پیش رو داره، از او برشان بیم میده. حالات جنت و دوزخ توسط عقل معلوم نمیشه. حالات جنت و دوزخ توسط چشم معلوم نمیشه، گوش معلوم نمیشه، عقل معلوم نمیشه. فقط و فقط به ذریعه وحی و تعلیمات انبیاء علیهم السلام معلوم میشه. حالات جهنم پیغمبر بر ما بیان کرده، حالات جنت پیغمبر بر ما بیان کرده. پس معلوم شد که بشریت نیاز داره به ای که کسی باشه که این بشریت بدانانه که بله غیر از این جهان جهان دیگری است. او جهان به دو حصه تقسیم است، یک حصهش جنت و یک حصهش چی جهنم است. فمن آمن و اصلح، کسی که ایمان آورد و خود درست کرد. کسی که ایمان آورد و خود درست کرد. این میره ولی هم میره. کسی که ایمان آورد و عمل خود درست کرد. چی رقم ایمان آورد؟ ایمان آوردن یک امر اجمالی است، در اینجا تشریح نشده. چی رقم ایمان آورد؟ امو ایمانی که قرآن تشریح میکنه، که در رأسش توحید الله قرار داره و هدف اصلی روان کردن انبیاء علیهم السلام هم است که در آیت دیگه ما شما میخوانیم. ایمان داشته باشه است. معلوم شد صحت ایمان امر ضروری است. دعوت انبیاء علیهم السلام برای صحت ایمان است که ایمان صحیح شود. بعد از او اصلح، عمل درست شود. درستی عمل بجز از تابعداری پیامبر به چیزی دیگر درست نمیشه. اصلاح عمل دو چیز کار داره. یکی که عمل خالص به خاطر رضای الله انجام بدی که اخلاص میگیره. دوم به نقشه و طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم. و امید دو نکته یا امید دو صفتی است که اگر در کسی به وجود بیاد ولیست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. امو بشارت اونجا برای اولیاء داده شده، اینجا برای مؤمن و کسی که اصلاح کرده. امو بشارت است، هیچ کدام فرقی نداره. اونجا بازی طور میگه الذین آمنوا و کانوا یتقون، کسانی که صحت عقیدهشان شد و بعد از مسلسل راه تقوا را در پیش گرفته. اینجا از امو راه تقوا تعبیر به اصلاح شده. و اصلح، خود اصلح اشاره به ایسته
که روز به روز قدم به قدم انسان چی میشه؟ درجه تکامل طی کرده میره. از دیروز که در امروز آدم یک کمی پخته تر میشه، یک کمی دقیق تر میشه. اگر در عمل ما ترقی نامد، دقت نامد، موزونیت نامد، شما بفهمید در تنزل بودیم، دین روز خوب نماز بخواندیم، امروز نمیخوانیم، این علامه بدبختی انسان است. هرگاه از دیروز که در امروز ترقی پیدا کردی، فرق آمد، بفهمید که این علامه نیکبختی است.